در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدر نینی همایشی بین المللی علمی عملی در موضوع مسائل معاصر صنعت ماشینسازی و موادشناسی بخشیده به 50 سالگی تشکیلیابی فاکولتت تکنولوژیا و سالهای رشد صنعت اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 برگزار گردید. در جریان چاره‌بینی اشتراکچیان دایر به موضوع پیشنهاد شده سخنرانی نموده ذکر داشتند که در روند تطبیق استراتژی رشد صنعت در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 و با اقدام شایسته پیشوای ملت اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت وطنی همچون نیروی عظیم پیشبرنده و اقتدار کلیدی ترقیات اقتصادی در مملکت به حساب رفته. کارخانه‌های صنعتی در راه رشد اینوواسیونی منتظم تلاش می‌ورزند. گفته شد که استفاده تکنولوژی رقمی از جانب کارخانه‌های صنعتی می‌توانند با بلند گردیدن رقابت‌پذیری آنها در مناسبت‌های تجارتی بین المللی نقش کلیدی گذارند. تاکید رفت که جهت رسیدن به این هدف مسئولین کارخانه‌ها را ضرور است که با آموزش و از خود نمودن دانش‌های نو و بلند برداشتن سطح بازآموزی کسبی کارمندان موافق طلبات بازار مهنت توجه بیشتر ظاهر نمایند. خیلی برآمد اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان گفتند که جمهوری تاجیکستان ما بین این سالها باید گزارش از جمهوری اگراری کشاورزی است به جمهوری صنعتی اگراری گذارد. یعنی پیش از همه زمینه اساسی صنعت باید باشد. برای این یعنی استحصال کردن، یعنی تشکیل کردن بعضی اساسی تکنیکی، زوادهای خرد و فابریکاهای خرد که من بعد برای پیشرفت اقتصادیات جمهوری تاجیکستان ضرور هستند و البته ما اگر که اقتصادیات ما پیش رود سطح زندگی ما خوب می شود. برآمد کنندگان در رفت همایش بین المللی قید نمودند که فاکولتت تکنولوژیا یکی از مرکزهای زمینوی کلانترین تیار نمودن آموزگاران ساحه تکنولوژیا در مقیاس جمهوری به شمار رفته. در دوام سالهای موجودیت خود زیاد از 10,000 متخصصان را آماده نموده است. در عین زمان آن یکی از مرکزهای تعلیمی و متدی علمی و بارگاه تیار نمودن متخصصان ساحه تکنولوژیا، نقشه‌کشی، مهندسی، صاحبکاری و دیزاین در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدر نینی و جمهوری به شمار می رود. ابراز داشتند که رشد و نموی فاکولتت تکنولوژیا از زحمت هیئت آموزگاران و کارمندان که قوه و ذکاوت و نیروی علمی و پداگوژی خود را صرف می کنند وابسته بوده در پیشرفت فعالیت علمی و متدی فاکولتت سهم بارز می گذارند. امروز مقصد یکی از سمت‌های اساسی کنفرانسی که ما کنفرانسی بین المللی بود این صنعت کنونی با صورت کشور می باشد و اعلان نمودن این مرحله صنعت کنونی از سال 2022 تا 2026 ما این را به نظر گرفته تمام موضوعهایی که در اطراف صنعت کنونی کشور روانه کرده شده بودند زیاده از 1800 موضوعهای گوناگون پیشنهاد کرده بودند. البته اینجا مقاله های علمی، معروضه ها و البته فکر و عقیده ها پیشنهاد کرده شدند و آنها را ما به گروه ها به سکسی ها جدا کردیم. تمام آموزگاران از تمام منطقه های آسیای مرکزی، از ازبکستان، از قزاقستان، جمهوری خودم، عالمای پیش قدم ما، دکترها، پروفسورها، همه آنها در فاکولته جمع میشوند. یعنی مشغولیت های سکسیونی دایر به همین کنفرانسی بین المللی گذرانده می شود. در ادامه همایش علمی اشتراکداران وابسته به موضوع چاره‌بینی معروضه ها نموده مسئله های گوناگون آن را مورد محاکمه و تحلیل و بررسی قرار دادند.